در این ویدیو میخوام اصول اولیه بوکس رو بهتون آموزش بدم. اگه تازه کارید یا به تازگی وارد دنیای بوکس شدید، همه چیزی که برای شروع لازم دارید رو اینجا بهتون میگم. اسم من تونی جفریزه، بوکسر مدال‌آور المپیک، قهرمان سابق اروپا، 7 بار قهرمان ملی و بوکسر حرفه‌ای سابق با رکورد شکست‌ناپذیر. به کانال آموزش بوکس خوش اومدید. این چند سال گذشته رو به سراسر دنیا سفر کردم و به صدها مربی در باشگاه‌ها و هزاران نفر دیگه در فضای مجازی یا حضوری بوکس آموزش دادم. پس میشه گفت کمی تجربه دارم. اولین چیزی که باید بدونید اینه، حالت بدنی مناسب بوکس چیه؟ برای تعیین این حالت اول باید بدونید دست غالب شما کدومه. با کدوم دست می‌نویسید؟ دست راست یا چپ؟ اگه چپ دستی، پای راست رو جلو و پای چپ رو عقب قرار بده. اگه مثل من راست دستی، پای چپ رو جلو و پای راست رو عقب میذارین. به این حالت میگن ارتدوکس. چپ دست‌ها سافت آف و راست دست‌ها ارتدوکس هستن. من ارتدوکسم. پای جلو رو به ساعت 1 اشاره میکنه و پای عقب رو به ساعت 2. تصور کنید یک خط روی زمین کشیدیم. هر پا یک طرف خط قرار میگیره. هیچ وقت هر دو پا رو روی خط نذارید. بعد زانوها رو کمی خم و نرم نگه دارید. مثل زمانی که روی اسکیت بورد ایستادید. نه خیلی خم بشید نه خیلی ساخت. بالاتنه رو هم زیاد به سمت حریف نچرخونید. شونه ها رو همجهت با لگن نگه دارید. نه کاملا به پهلو نه کاملا روبرو. آرنج ها رو نزدیک بدن و دست ها رو جلوی صورت بگیرید. دست راست کنار استخوان گونه و دست چپ کمی جلوتر. این حالت استاندارد بوکسه. بعد از یادگیری حالت بدن نوبت به حرکت میرسه. جلو، عقب، چپ و راست. برای حرکت به جلو اول پای جلو رو بردارید. برای عقب رفتن اول پای عقب رو حرکت بدید. فاصله بین پاها رو ثابت نگه دارید. نباید پای جلو 10 سانت بیاد جلو و پای عقب 20 سانت. اینجوری پاها به هم میچسبن. همیشه فاصله یکسان رو حفظ کنید. برای حرکت به چپ اول پای چپ و برای حرکت به راست اول پای راست. خط بین پاها رو فراموش نکنید. چپ، راست، چپ، راست. اینها حرکت‌های پایه بودن. حالا بریم سراغ مشت‌های اصلی. اولین مشتی که کار می‌کنیم مشت دست جلویی شماست. به این مشت میگن جب یا شماره 1. این مشت از صورت شروع میشه، مستقیم به جلو پرتاب میشه و برمیگرده. همراه با یه چرخش جزئی بازدم. همزمان با مشت باید بازدم کامل داشته باشید و دست رو کاملا دراز کنید. مشت رو مستقیم به جلو پرتاب کنید. در انتهای حرکت بند انگشتان رو بچرخونید و دقیقاً به مرکز مقابل صورت هدفگیری کنید. مشت‌ها نباید منحرف بشن. مستقیم به خط میانی بزنید. مشت بعدی شماره 2 یا کراس هست که با دست قدرتی اجرا میشه. این مشت از صورت شروع شده کاملا به جلو میره و برمیگرد. همزمان با چرخش بازدم رو انجام بدید. چرخش بازدم کلید اصلی قدرت این مشته. چونه رو پایین نگه دارید و نفس رو خارج کنید. در این حالت 60% وزن روی پای جلو، پاشنه پای عقب بلند شده و بازدم موازی باقی میمونه. حالا نوبت مشت شماره 3 یا هوک هست. این مشت رو بعد از ترکیب 1 و 2 بزنید. چون موقعیت بدنی شما بعد از 1 و 2 برای هوک ایدئاله. از ابتدا 1 و 2 میزنیم. وقتی که راست برمیگرده به صورت، دست جلویی رو با زاویه 90 درجه و 60 به بالا به صورت منحنی پرتاب کنید. ممکنه اولش حس عجیبی داشته باشید، اشکالی نداره. نگران نباشید، برای همه همینطوره. فقط تمرین کنید تا به مرور روانتر بشه. ترتیب 1 2 هوک. در این حالت 60% وزن روی پای عقبه. پاشنه پای جلو بلند شده، بازدم چرخیده ولی صورت همچنان رو به جلوست. چونه پایین، دستها نزدیک یا کمی جلوتر از صورت. حالا ترکیب چهارمش رو اضافه میکنیم. 1 2 هوک 2. به این صورت 1 2 هوک میزنیم. وقتی هوک برمیگرده همزمان کراس رو پرتاب میکنیم. ترتیب 1 2 هوک 2. نکته کلیدی: وقتی یک مشت برمیگرده، مشت بعدی باید بیرون بیاد. اینطوری نیست که 1 و 2 رو جدا بزنید، بلکه هماهنگ باشن. همزمان با برگشت یکی اون یکی میره. تمرین کنید. 1 2 هوک 2.
بعد حرکت‌های پا رو اضافه کنید. جلو، عقب، چپ، راست. ترکیبش با جب، کراس و هوک. حالا چالش. تایمر رو روشن کنید و تا راند 2 دقیقه‌ای این تمرین رو انجام بدید. حرکت پا، سایه زنی، ترکیب مشت‌ها. ممکنه اولش سخت باشه اما برای همه همینطوریه. اینا اصول اولیه بوکسه. فقط با تمرین مداوم پیشرفت میکنید. اگه از این ویدیو خوشت اومد سابسکرایب کن. اینجا تکنیک های بوکس، تمرین های فیزیکی، تجزیه و تحلیل مسابقات و همه چیز رو آموزش میدید. با سابسکرایب ویدیوهای مشابه زیادی دریافت میکنید. وقتی پایتون رو قوی کردید سراغ ویدیوهای پیشرفته تر برید. ممنون که همراه هم بودید. خداحافظ.